برای چی اومدی اینجا؟ ما همیشه مامانم جلوی همسامون پوز میده، میگه از هر هنر علی کوچولو رو انگشتای فراوان میشه کرد. از هنر رو انگشتم میشه کرد؟ چه هنری بلدی؟ دل کمه. بچه منظورش چیه؟ آها دکلمه. آفرین دکلمه بلدی. اجرا کن ببینم. خب باید آقای بگو اینجوری دلل نمی‌کنی. دلنگ زیر صدا. مسعود جان واسش بنواز. اسمش چیه؟ اسم ایشون مسعوده. موسی بزن بریم. موسی چیه؟ همه رو مخفف میگه. اسم خودتون چیه؟ اسم من مرتضاست. چطوری موری؟ خوبی؟ دل کمه. دنبال چی میگردی؟ رفته تو حس. صبر کن ببینم این چه طرز دکلمه اجرا کردنه. آقا اجازه دروغگو دشمن بزرگ خدا هست؟ بله که دروغگو دشمن خداست مگه نه بچه‌ها؟ آفرین بزرگتر و دروغگو دشمن خداست. دروغ نگین چون بیشتر گرفتار میشین. ما دلکممون یادمون رفت بیاریم اداشو در آورد. اداشو در آوردی؟ خراب کردی علی کوچولو. اداشو در آورده. خیلی کار زشتیه مگه نه؟ آخه آدم ادا چیزی شده؟ با شما هم مشکلی پیش اومده؟ آقا ما خراب نکردیم اینا. بی تربیت، بی ادب، بی نزاکت. من منظورم اینه دکلمه رو خراب کردی نه چیز دیگه. ما فکر کردیم پیپیو میگی. چقدر این بچه بی ادبه. صاف وایسا ببینم. مثل شم وایسا. مثل شم. چی شده؟ فوت کن فوت. چی رو؟ شمو. بس این چیه؟ این قطره هاشه. سنگین باش. یه بچه باید سنگین باشه مؤدب با طمأنینه. بابا چرا وزنتو سنگین میکنی؟ ریلکس باش راحت باش. چرا شعله ول بازی در میاری؟